بیننده‌های عزیز و ارجمند السلام علیکم. با توجه شما برنامه نوبتی معرفت حقوقی که در زمینه نقشه چهاربینی‌های پروکراتوری شهر پنجکین در همکاری با تلویزیون سیما جهت تطبیق نشاندادی پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در رابطه با اعلام شدن سال 2024 سال معرفت حقوقی تهیه و منظوری شما می شود. در برنامه امروزه ما نماینده پروکراتوری شهر پنجکین یاردمچی کلان پروکوروری شهر پنجکین حقوقشناس درجه یک محترم دلشاد حمیدوف و سردختر مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهر پنجکین برهان عطاخوجایف اشتراک دارند. من شمایان را به برنامه معرفت حقوقی خیر مقدم میگویم و اطمینان کامل دارم که این برنامه واقعا هم برای بلندبرداشتن معرفت حقوقی شهروندان و شناسایی با فعالیت پروکراتوری شهر پنجکین و مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهر پنجکین مساعدت خواهد کرد. سوال اول با هر دوی شما یک بخش مهمی حفظ سلامتی شهروندان از حالت سانیتری و اپیدمیولوژی وابستگی کلان دارد. از طرف پروکراتوری شهر پنجکین جهت اجرا و قانونشکنی های این ساحه چاره‌های مشخص اندیشیده شدند. راهبریت مرکز نیز در این سمت کدام تدبیرها را مورد عمل قرار دادند. مرحمت محترم دلشاد حامد. تشکر زیاد. اون مسئله که شما عین حال پیشنهاد کردید، سوالی پیشنهاد کردید، شما بسیار سوالات به مورد میباشد. حفظ سلامتی اهالی، وضع سانیتری در کارخانه و تشکیلات‌ها و دیگر ادارات داخلار به نهایت تشویش آور میباشد. پروکراتور شهر پنجکین در همبستگی با متخصصان داخلدار وابسته به مهلت استعمال گذشته مواد خوراکی، محصولات خوراکواری سنجش‌های ثمرناک گذارنده در این سمت حالت‌های آشکار کرده شد که حتی از بی‌پرواگی و بی‌نظارتی متصدیان ساحه‌های داخلدار پرونده‌های جنایتی با ماده 209 قسم 1 قسم 2 آشکار کرده شده، شخصان گناهکار به جوابگری و نسبت آنها حکم‌های عیب‌دارکنی برآورده شد. همزمان کار در این سمت ادامه دارد و نظارت پروکوروری در این سمت پرزور کرده شد. مرحمت خوجه، فعالیت شما در اساس کدام قانون‌ها و سندهای معیاری حقوقی عملی می‌شود؟ وظیفه‌های مرکزی نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی از چه عبارت است؟ مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی زیر ساختار خدمات نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان بوده برای تطبیق نظارت دولتی در ساحه تامین امنیت سانیتری و اپیدمیولوژی اهالی مسئول میباشد. مرکز با کدکس تندرستی جمهوری تاجیکستان سندهای قانون جمهوری تاجیکستان درباره نظام اجازه‌دهی تنظیم فعالیت سوبیکت خارج‌کار کار و فعالیت می‌نماید. وابسته بر رعایت نشدن حالت‌های سانیتری و اپیدمیولوژی از طرف تشکیلات و کارخانه‌ها و شهروندان علاهیده نظارت پروکوروری پرزور کرده می‌شود و چاره‌ها هم اندیشیده می‌شود. حتی کار به درجه رسیده است که از طرف خود مسئولان ساحه طب حالت‌های جای دارد که از معاینه طبی نگذاشتند و وضع سانیتری در جایهای کاری آنها تماما در سطح ضروری به راه مانده نشده است که در دوره سپری گشته سال جاری از طرف پروکراتور شهر زیاده از 10 عدد پرونده‌های ویرانکنی مأموری نسبت محض همان کارخانه تشکیلات‌هایی که وضع سانیتری آنها ناخوب و تشویش‌آور میباشد پرونده‌های ویرانکنی مأموری آغاز کرده از نامبردگان جریمه‌های مأموری ستانیده شدند. محترم عطاخوجایف، اگر تشکیلات و کارخانه‌ها بعضی شهروندان طلبات سانیتری و اپیدمیولوژی را رعایت نکنند، شما میتوانید به مقامات پروکراتور مراجعه کنید. درست قید کردید. ما همکاری زیج داریم با پروکراتوری شهر پنجکین، یک جای کار و فعالیت می‌نماییم. ما در 6 ماه سپری سال 2024 نسبت 124 شهروندان پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب دادیم که آنها
аз муоинаи тиббӣ нагузаштанд ба қонуншиканиҳо роҳ доданд ва 4 парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ пешниҳод намудем ки онҳо маҳсулотое ки муҳлати истеъмолиашон гузаштааст ба фурӯш бароварда шуданд нисбати онҳо чораҷӯӣ намуда ба прокуратураи шаҳри Панҷакент пешниҳод карда шуд. корҳои тарғиботӣ чӣ қи рафти корҳои тарғиботӣ ташвиқотӣ дар ин самт то ҳол идома дорад. кормандон ҳар рӯза дар ин самт кор ва фаъолият намуда истоданд. мо аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамоем ки дар вақте ки маҳсулотро мехаранд ба тамғагузорӣ ва муҳлати истеъмолиаш якбор назар афкананд. хоб шаҳрвандон ба мо муроҷиат карданд ки оё харбузаи тарбуз, маҳсулоти гӯштӣ, маҳсулоти нониву қаннодӣ, маҳсулоти ширӣ, меваю сабзавот, нӯшокиҳои ташнашикан ва дигар маҳсулоти хӯрокворӣ ки дар зери офтоби сӯзон, қади роҳҳо, даромадгоҳи бозори марказӣ, назди ҳавлиҳои истиқоматӣ ба таври кушод дар зарфҳои шӯфаноки чиркин фурӯхта мешаванд, ба саломатии одамон хатарнок нестанд. аз тарафи мақомоти дағдор аз ҷумла маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ кадом тадбирҳо андешида мешаванд? маҳсулотҳои тарбуз, харбуза яъне маҳсулотҳои полезӣ ки ҳозир дар айни ҳавои гарм ки дар роҳраҳо, дар хонаҳо, дар кӯчаҳо ки тарбуз ва харбуза яъне маҳсулотҳои полезӣ ки ба фурӯш гузошта шуданд аз тарафи маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ ин тарбуз яъне харбузҳо ба ташхисгоҳҳо оварда шуданд яъне барои санҷиш ва ҳар рӯза мани ду рӯз боз аз якҷо бо мақомоти ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент кӯчаи хиёбонҳои рӯдакӣ пурра назди бозори марказӣ назди муассисаи таҳсилотии рақами 29 пурра бартараф карда шуд. яъне маҳсулотое ки дар офтоб ба фурӯш бароварда шуда буданд ба тартиб дароварда шуданд ба фурӯшандагон корҳои ташвиқотӣ тарғиботӣ гузаронида шуд. масалан ҳамин масъалаҳое ки ба ҳамин риояи ҳамин маҳсулоти ширию гӯштӣ ин ба кадом сохторҳо марбут аст? дуруст қайд кардед. ин ба сохтори маркази таъмини бехатари озуқаворӣ тааллуқ дорад. низ мо бетараф нестем ки саломатӣ ҳар як шахс яъне дар дасти худи шахс аст. мо дар ин самт корро ҷонон намуда истодаем ва ҳар рӯза яъне ки дар мағозаҳо маҳсулотҳои ширӣ яъне гӯшти ки ба фурӯш бароварда шуданд онҳо ҳама тамғагузорӣ шудааст яъне муҳлати истифодабарӣ муайян карда шудааст. аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамоем ки дар вақти харидорӣ намудан ба тамғагузорӣ ва муҳлати истеъмолиашон назар афкананд. яъне бояд ки шаҳрвандон маърифати ҳуқуқи худро баланд бардоранд. ҳар як шахс ҳуқуқи шахсӣ худашро дорад ки яъне маърифати ҳуқуқи худашро пеш барад. мана ин сол соли маърифати ҳуқуқӣ аст, таъин эълон карда шудааст. яъне ҳар як шахс метавонад ки маҳсулоти харидии худро яъне аз фурӯшанда пурсон шавад ки ин маҳсулот аз куҷо дастрас шудааст ва барои истеъмол мутобиқ аст ё нест. агар ягон камбудӣ бошад метавонам ба шумо муроҷиат кунам? бале мо ҳама рӯза оиди камбудиҳои ҷой дошта бо телефони боварӣ ба корхона ҳаст 24 соат дар ҳолати корӣ мебошад. дар ҳоле ки кадом шаҳрвандое ки ба мо муроҷиат мекунанд мо муроҷиатҳои онро сари вақт бартараф менамоем. рақами боварино ки маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии шаҳри Панҷакент 53944 мебошад. муҳтарам дӯстон ҳомидов, вобаста ба ин масъалаҳое ки мо инҷо матраҳ кардем аз нигоҳи шумо ҳамчун намояндаи прокуратура чӣ бояд кард? ин бисёр масъалаи доғи рӯз мебошад. чӣ хеле ки шумо вазъи санитариро дар инҷо гуфта гузаштед. дар назди бозори марказӣ ва дигар нуқтаҳое ки ба фурӯши маҳсулотҳои хӯрока машғул мебошанд бояд ба ҳолати вазъи санитарӣ нигоҳ кунанд, талаботҳои онро қатъиян риоя намоянд. ҳамзамон ёдовар мешавем ки аз тарафи прокуратураи шаҳри Панҷакент айни ҳол вазъи санитарӣ бозор, ошхонаҳо ва дигар ҷоҳое ки мардум дар он ҷо ба хӯрокҳо ҳар гуна хӯришҳо мераванд ё ин ки ба тарабхонаҳо мераванд айни ҳол мавриди санҷиш қарор дорад. зимни санҷиш бахусус ба ҳолати санитарии бозорҳо ва тарабхона ва ошхонаҳо диққати махсус равона карда шудааст
اون نفرانی که با وضع سانیتری رعایت نمی‌نمایند و وضع سانیتری آشخانه و بازار مرکزی و طرفخانه‌ها با حالت سانیتری جوابگوی نیست، با جوابگری کشیده میشوند حتما در دایره طلبات قانونگذاری. و باز از نفرانی که در نزد بازارهای مرکزی و دیگر جایها با فروش هر گونه خوریش و محصولات ها مشغول میباشند، خواهش میکردیم که با وضع سانیتری همون نقطه و همون جایی که آنها به همین فعالیت صاحبکاری مشغول میشوند با تازگی آنجا دقت مغز روانه کرده با یک سطح و صفت و نمود ظاهری شهر را رعایت نمایند. تشکر. اینجا یک سوال آمده است که کل باغ به نام کمال خوجندی در حالت بد سانیتری و اپیدمیولوژی قرار دارند، افلاس از آب کل. همزمان شهروندان میگویند که اون امروز راهبریت مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی از حالت تازگی به هر جا پرتافتن شهروندان تشکیلات کارخانه ها راضی هست یا نه؟ بله، درست قید کردید که این باغ به نام کمال خوجندی باغ شخصی می باشد، یعنی از اونجا 11 مراتب آب برای تشخیص گرفته شده است، یعنی به طلبات قاعده معیاری سانیتری جوابگو است. با صاحبکار عاید برطرف نمودن حالت سانیتری پیشنهاد هم داده شده است و از طرف مرکز نظارت دولت سانیتری اپیدمیولوژی شهر پنجکن برای آبازی کردن دستور نداده است در باغ کمال خوجندی. چی باید کرد مثلا؟ از شهروندان خواهش می نمایم که من در بیش از من با حاضره که مرکز دلخوشی است، یعنی جای آبازی هم کلان سالان هم خرد سالان ساخته شده است. من در آنجا برام با طلبات و قاعده معیارهای سانیتری جوابگو هست، به ملال برآمده آب استراحت کنن آبازی نماید. در مسئله همین تازه کردن شهر از پرتاب مرکز شما مساعده میکنه؟ بله، درست قطعیت که این یکم بیماری خروجی که میشد، این بیماری یکم از افلاس شوی، جایی که افلاس میشود از اونجا بیماری خروج می نماید. ما در این سمت 2 هفته می شود که از طرف مرکز نظارت دولت سانیتری اپیدمیولوژی شهر پنجکن یک جای با کارخانه اکولوژی، یک جای با کارخانه خواجگی منزلی کمونالی پرتوهایی که در کوچه و در پرتوها پرتافته شده است برطرف شده ایستاده است. این کمبودی ها همش مشکلی خود را می آورد. من از طرف حاکمیت دولت شهر پنجکن با صاحبکاران 10 تراکتور شرطنامه شده است که این کمبودی که جای دارد پورا برطرف می شود. بعد از شهروندان احترامانه خواهش کرده می شود که در وقت معین پرتاب ها را به جای پرتابگاه برآورده پرتایم. تشکر. رشاد حمیدوف، در صورتی که از طرف تشکیلات کارخانه ها شهروندان علاویده صاحبکاران طلبات سانیتری و اپیدمیولوژی رعایت نمی شود و سلامتی مردم خطر ایجاد می شود، از طرف پروکراتور در اساس قانون‌های عمل کننده نظارت پروکوروری و سنجش ها گذرانده می شود؟ بله، بسیار سوالی به مورد وابسته به این مسئله از طرف پروکراتور شهر پنجکن در دوره سپری گشته سال جاری بنابر به طور داخلار نظارت نبردن در اون منطقه‌ای که محض از طرف خود مرکز نظارت سانیتری اپیدمیولوژی وابسته شده است 8 نفر کارمندان خود مرکز با جوابگری انتظامی کشیده شدند. باز چخیلی که در بالا خود تخوجای قید نمودند 124 نفر با جوابگری مأموری کشیده شدند. همزمان کار در این سمت ادامه دارد. من بعد نیز نظارت در این سمت پرزور کرده می شود. باز یک نقطه را قید کردن هستم که چخیلی که نو قید نمودید شما وابسته به پرتابگاه هایی که عین حال با مردم مشکلی دچار نموده ایستاده است و بوی غلیظ آن و هر یک خانه ساکنان شهر رفته طبع آنها را ناخوش میگرداند، چاره‌های ضروری رسانیده ایستاده است. در نتیجه تاثیر رسانی پروکراتور شهر پنجکن وضع در این سمت بهتر گردانیده شد. در یک جایگی با صاحبکاران دیگر کارخانه و تشکیلات هایی که در این شهر فعالیت می نمایند جلب کرده شد.
ناگفته نماند که بخش حفظ محیط زیست خودی مرکز، خواجگی منزلی و کمونالی و دیگر شخصان مسئولی که در این سمت روانه کردن کار و بهبودی راه یافته ایستاده است. تشکر. محترم عطا خوجیف، درباره خروج بیماری‌های بروسلیوز با تولیزم، خوری یعنی گزیدن سگ‌های دیدو، دیگر منبع‌های خطرناک بیماری‌های ویروسی از طریق مرکز کدام تدبیرهای مشخص عملی شدند؟ درست قید کردید. عین حال در شهر دیوتی پنجکند در نیم ساله سال 2024 117 عدد سال گذشته نیم سال 2023 بود، در سال 2024 باشد 51 عدد 61 عدد کم به نظر گرفته شده است بیماری بروسلیوز، یعنی بیماری گزیدنی سگ‌ها باشد 167 نفر سال گذشته و 147 نفر در نیم ساله سال 2024 می باشد که 20 عدد کم می باشد. این بیماری بروسلیوز یعنی در حدود شهر پنجکند این تشویش آور است، یعنی تشویش آور شون که در از طرف مرکز تامینات بخاطر آذوقه‌واری یعنی با فرو گرفتن واکسیناسیون چاروا کم به نظر می رسد. این افزایش در جماعت دیوتی فرو بسیارتر به نظر می رسد که در اونجا عموما با 500 عدد مولی شاخدار و واکسین فرو گرفته است که این خیلی کم است. این بیماری گذرنده است از حیوان به آدم میگذرد. بیماری زوونوزی می باشد که از حیوان به آدم میگذرد. بله. خب باتولیزم نسبتا بیماری باتولیزم از سال گذشته من این سال به قید گرفتن نشده است. ما در شهر پنجکند به قید نیست، یعنی واکسیناسی که بر ضد بیماری باتولیزم هست در شعبه یا هست خدمت رسانی میشه. عین زمان برای معاین کردن همین بیماری ها، انجام دادن تشخیص ها، تحلیل های لابراتوری در مرکز تجهیزات و دستگاه های ضروری موجودند، کادرهای صاحب اختصاص میرسند. از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان که برای معاین نمودن بیماری هپاتیت زیاده از 2 میلیون سامانی تجهیزات به مرکز نظارت دولت سنتر اپیدمیولوژی شهر پنجکند وارد شد. ما تصمیم گرفتیم که در نیم ساله سال 2025 حجره های آماده نموده تجهیزات های در حالت کاری گذاریم. محترم دلشاد حامدی، وابسته به این سوال هایی که ما مطرح کردیم، جواب هایی که محترم عطا خوجیف اینجا پیشنهاد کردن، چی فکر ملاحظه دارید شما؟ همین را گفتنی هستم که وابسته از کارهایی که امروز مرکزی نظارت دولتی سنتر اپیدمیولوژی در شهر پنجکند به سامان رسانید، در فعالیت آنها نیز کمبودی و نارسایی‌های بسیاری جای دارد و خود راهبر این کارخانه نیز از این آگاه هستند و من بعد همین را گفتنی هستم که در یک جایگی این کمبودی و نارسایی‌ها برطرف کرده می شود و کار در این سمت که سمت افضلیتناک به حساب می رود، یعنی بسیارتر کار با مردم است، پرزور کرده می شود نظارت و آن کمبودی و نارسایی‌هایی که جای دارند با یک باوری کامل گفتن میتونم که من بعد آنها را برطرف می‌نمایم. محترم عطا خوجیف، شما میتوانید در همکاری با پروکراتور شهر پنجکند در تطبیق قانون‌های عملکننده صاحبی، سندهای معیاری حقوقی و بعضی کمبودی و نارسایی‌هایی که در ساحه شما وجود دارد و پیشروی‌ها نایل کردید؟ بله، چنین کمبودی‌هایی که جای داشتن در ساحه از طرف پروکراتور شهر پنجکند پیشنهاد شد و کمبودی‌هایی که جای داشت در خود مرکز برطرف شد. خب محترم دلشاد حامدی و عطا خوجیف، مسئله نظارت از بوده مؤسسه‌های خوراک عمومی من در نظر دارم، بازارها، نقطه‌های سودا، بعد در کودکستان‌ها، بعضی مکتب‌ها بفرمایید اشخانه‌ها دارند. همین نظارت چه رفته است؟ آیا در آنجا آماده کردن خوراک، خدمت رسانی به مردم در کدام سطح است؟ طلبات سانیتری و اپیدمیولوژی رعایت می شود؟
از طرف مرکز بهر بلند برداشتن معرفت حقوقی 2 مراتب مشورت‌ها با کارمندان نقطه خوراک عموم و نقطه گوشت فروشی مشورت‌ها گذرانده شد و در نظر است که در آینده در قید مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی که هستند انشاءات زیر نظارتی آنها را دعوت نموده با آنها برای پیشرفت یعنی حقوق معرفت حقوقی کارهای فرماندهی تشویقات و ترویقات گذرانه و 2 مراتب مراجعت تلویزیونی و 1 مراتب به رادیو نیز برآمد کرد. محترم دلشاد حامدوف، وابسته به فعالیت مؤسسه‌های خوراکی عمومی در مؤسسه‌های تعلیمی، تحصیلات تا مکتبی در کودکستان‌ها، در شهر آشخانه‌ها هستند، طربخانه‌ها هستند، در دهات چنین نقطه‌ها وجود دارند. از طرف پروکراتور نظارت منتظم ادامه دارد. بله، وابسته به این مسئله همین را گفتنی هستم که ناوابسته از کارهایی که تا این دم به سامان رسانیده شد کمبودی و نارسایی جای دارد. این مسئله تشویش آور باقی میماند، زیرا همه روزه با مردم کار ادامه دارد. ناوابسته از کارهای پروفیلاکتیکی، کارهای فهماندهی در بین اهالی تا به حال کمبودی و نارسایی جای دارد. خاطر رسان می‌نمایم که در دوره سپری گشته سال جاری نسبت 1 شنبه زیاده از 100 نفر به جوابگری مأموری کشیده شدند. باز 4 عدد پرونده جنایتی با ماده 209 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شدند. من بعد نیز نظارت در این سمت ادامه دارد. همزمان بعضی اون کمبودی و خانه‌شکنی‌هایی که در فعالیت پروکراتور در یک جایگی با مرکز آشکار کرده شد در جماعت‌های دوردست نیز جای دارد. از اونها در جماعت دهاتی کاسه تراوی، جماعت دهاتی خلیفه حسن، جماعت دهاتی سرعزم و دیگر جماعت دهات نیز جای دارد. خوب میشد که پیش راه این مسئله، پیش راه این کمبود خانه‌شکنی‌ها سریع وقت برطرف تا آنکه یگان شهروند از آن محصولاتی که مهلت استعمالشان گذشته است یا که صفت آن خوب نیست با یگان بیماری‌های گرفتار نشوند. باز یک بار دیگر قید می‌کنم که نظارت در این سمت پرزور کرده میشد. آن شخصانی که آن صاحب کارانی که به این کمبودی راه میدن در دوره قانون‌های عمل کننده با جوابگری مأموری و جوابگری جنایتی کشیده میشود. تشکر. محترم مفاهمت خوجه، چی باید کرد که در شهر دهات پنجکین ما طلبات امنیتی سانیتری و اپیدمیولوژی را رعایت کنیم و مردم را در زمینه این برنامه معرفت حقوقی و زیبایی پرستی، تازگی، دوست داشتن طبیعت و محیط زیست دعوت کنیم؟ من از رئیسان جماعت‌های شهر و دهات و کارخانه‌ها و شهروندان شهر و دهات پنجکین احترامانه خواهش می‌نمایم که با تازه و آزاده نگاه داشتن شهر عزیزمان اهمیت جدی دارد. بیننده‌های عزیز و ارجمند، در خاتمه این برنامه من با نماینده پروکراتور شهر پنجکین، یادمچی کلانی پروکوروری شهر پنجکین دلشاد حامدوف و با سردختوری مرکزی نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهر پنجکین برهان عطاخوجایف عرض سپاس میکنم. واقعا برنامه معرفت حقوقی یک مقصد و مرام دارد. ما با هر یک راه و واسطه در جوهر مردم قانون‌های جمهوری تاجیکستان را جاری سازیم. آنها احساس نمایند که این قانون‌ها برای حمایت حقوق آنها روانه شده است و واقعا اگر ما جدی مناسبت کنیم ما میتوانیم در همه جاده‌های زندگی از جمله در تامین امنیت سانیتری و اپیدمیولوژی دیار باستانیمان سهمی ارزنده گذاریم. به همه شما تشکر که با برنامه ما بودید و شما اشتراکچیان هم عرض سپاس میکنم. تا برنامه‌های آینده سلامت و سربلند باشید.